پیام دارم به او پدرهایی که نسبت فرزنداشون بی‌پروا هستند، مسئولیت احساس نمیکنند، در تعلیم و تربیه و در نان و نفقه فرزنداشون کوتاهی میکنند. خواهر از ما درخواست کردند که درباره او پدرهایی که نسبت فرزنداشون سهلنگاری میکنند، نسبت فرزنداشون بی‌پروا هستند، نان و نفقه نمیتیان، حتی یک تیکه نان هم از فرزنداشون دریغ میدارند، اونها را سراغ نمیکنند، یک پند و نصیحتی داشته باشه. خب برای این خیل پدرها گفتنیم که شما فراموش نکنه که الله رب العالمین شریعت پروردگار بالای شما نان و نفقه فرزنداتون واجب گردانده است. یعنی نان و نفقه کودکان بر ذمه پدران است، نه بر ذمه مادران. خصوصا وقتی که مادر از همسرش جدا می شود، زنی که از همسرش جدا می شود طلاق می گیره، با 2 کودک و 3 کودک خانه مادرش می رود، باید که پدر نان و نفقه کودکاش بتیه و برای نگاه و بین کردن فرزندای خودش مادر کودکا را باید که مزد تعیین کنه. یعنی همون مادر کودکا حق داره که از شوهر سابقش، از پدر کودکاش طلب کنه که به خاطر نگاه و بین کردن فرزندا برای من مزد معین بکن. یا اینکه پدر همون مادر کودکای خودش مزد تعیین میکنه و مادر کودکا خودش کودکا را نگاه میکنه، یا اینکه کودکا را به عهده خودش میگیره و یک کسی را تعیین میکنه که کودکا را نگاه و بین بکنه و برای اون مزد تعیین میکنه. و به هر صورت نان و نفقه کودکان بر ذمه پدر است. ولی متاسفانه میبینیم که در این دور زمان از بس که زنهای تاجیک خیلی با صبر و پرطاقت هستند، وقتی که از همسرش جدا میشود طلاق میگیره، تمام نان و نفقه کودکا را بر عهده خودش میگیره. یگان تا یگانش اگر علیمین تغیری نکنه، اگر اکثرا او زنها بیچاره‌ها در خونه مادراشون با یک مشقت و سختی خطی کودکاشون حتی دیگه شوهر کرده هم نمیتونن دیگه، قطعی او 2-3 کودک. یگان مرد دیگه تیار نیست که با اونها عائله برپا کنه و زندگی بکنه، قطعی 2-3 کودک او. خب ولی این پدرهای به انصاف کودکا را بر عهده مادرشون میپرتوین و کیف و صفا کرده یک زنی دیگر میگیرن و زندگیشون رو پیش میبرن. جوان مردان مسلمان، بر شما چی شده است؟ یک زمانی بود که ما میخندیدیم این مردم عروس، همین عروسا را میخندیدیم که اینها فرزندای خودشون را میپرتویند، ولی یک زمانی شد که ما خودمون فرزندای خودمون را میپرتوییم. نسبت فرزندامون همین قدر خنک نظر هستیم که وقتی که از زنمون، از همسرمون جدا شدیم، با 2 کودک و 3 کودک او را برده در خانه پدر و مادرش میپرتوییم و سراغی از اون میگیریم و خودمون کیف و صفا کرده یک زنی دیگر میگیریم و عائله نو برپا کرده زندگیمون پیش میبریم. ولی او زنی بیچاره با او 2 کودک و 3 کودک دیگه عائله نو برپا کرده نمیتونه و تا آخر حیات عذاب و شکنجه قطعی او کودکا را کلان میکنه. مردن همین خیل پدر بهتر است. والله این خیل پدرها در نزد الله رب العالمین مرتکب گناه کبیره میشوند، چون که حقوق یک بنده ای را تلف میتیند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در روایت مسلم آمده است که میفرماید برای یک انسان کافی است که برای گناهگار شدنش همین قدر کافی است که نان و نفقه اهل و عیالش نتیه، در نان و نفقه اهل و عیالش سهلنگاری بکنه، کوتاهی بکنه، برای گناهگار شدنش این همین قدر کافی است. روایت مسلم. خب علاوه بر این جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک شما به مثل چوپان مسئول هسته. چطوره که یک چوپان در نزد مولای خود از سر هر یک گوسفند پرسیده می شود، برای هر یک گوسفند در نزد مولاش جواب میده، هر یک پدر
در نزد پروردگار وقتی که خداوند قائمش میکنه برای هر یک فرزند پرسیده میشود، برای نان و نفقش، برای تعلیم و تربیهش، برای ایمان فرزندا در نزد خداوند جواب میگه. پدرهای عزیز، وقتی که از همسراتون جدا میشوه به هر صورت نان و نفقه فرزندا بر عهده شما هسته. اگر زنهای امروز حقوق خودشون در اسلام میدانستند، باور کنید کودکا رو میوردن در سر شما میشپیدن و خودشون میرفتن شوهر دیگر میکردن و زندگی میکردن. اون زمان بعد میفهمیده که مثلا نان و نفقه کودکا رو ندادن چه خیلی سخت مشکله. ولی این زنهای ما که بیچاره ها حقوق خودشون در اسلام نمیدونن، وقتی که او را طلاق میتی بیچاره تمامی همون مشقت و سختی نان و نفقه کودکا را به عهده خودش میگیره. با 2 کودک و 3 کودک خانه پدرش میروه، با یک مشقت و سختی کودکاش نگاه میکنه و کلان میکنه و حتی به همین خاطر دیگه شوهر کردن نمیتونه. سبحان الله، این پدرها را چی شیده که نسبت فرزند خودش اینقدر خنک نظر هسته. شما از الله در حق فرزنداتون، در حق او کسایی که خداوند مسئولیت چه در ذمه شما گذاشتگیه، در حق اونها از الله بترسید. پدرهای عزیز، وقتی که شما را خداوند فرزند داده است، در هر صورت فرزندای خودتون به عهده خودتون میگیره. نان و نفقه اونها را در تعلیم و تربیتشون شما سهلنگاری نکنید. حتی اگر از همسرتون، از همون مادر کودک شما جدا شده باشه، بازم نان و نفقهشون بر ذمه شما واجب است. شما در حق او فرزنداتون از الله بترسید.